خوب هستی؟ بله ما خوب هستیم. شما خوب هستید؟ تشکر. نام خدا نمیشه دیگه. بعد از وقتا چشمای ما روشن که ما بر این ستاره را یک بار دیگه در بادستان دیدیم. بر این خوب است یک سلام علیک، یک کلام، یک گپ با مردم خود کاملا روشن است. بر این بله ما خوب هستیم. شما خوب هستید؟ تشکر. خدا که خوب است. بله ما خوب هستیم. رمضان بخیر می‌گذرونید. بسیار زیاد تشکر. بر این من خب پشت تو دق شده بودم. ما پشت صدا. نام دختر من یسراست. اونمو همیشه تعریف میکنه. میگه اونمو بر این کس راستی که پدر ستاره است. بخیر باشی. حتما بگه تو خود استخالی هیچ وقت پیش ما نامدی. اگر تیاری بگیری یا نگیری حتما یک چیز هست دیگه در ذهنت بر این دیگه چرا بر میخوانه، چرا دکلمه زیبا میکنه، بسیار جانانه. همونطور است؟ خب حالا یک چیز داری برای ما؟ بله باباری وطن است. چقدر خوب. وقت وطن میگه نه؟ باز یک رقم میگم تو مشکفید از خوشحالی که وطن است دیگه. باز غمایش که یادم ما میافته از یک رقم همین کلا را کونتی بر این یک رقم پشمانده میکنه. همونطور است؟ خب باش که اول درباره بر این یک چیز را بشنویم. بر این مکتب میره؟ بله. صنف چند است؟ صنف اول. صنف اول. بر این چند سال است؟ 7. صنف 7؟ نه 7 سال است. صنف اول 7 ساله. صنف اول. گوشای کاکافیزت یک زرگک گرام شده رمضان خرابش کرده. خب بیا دیگه که این حال ما صحیح بشینیم که پایم شخ نشه. اینه دیگه ما مایک میگیرم تا هم دیگه بخوان برای ما دکلمه میکنی، شعر میخوانی.